این آدمی که قراره باش دیدار کنیم خودش شیطانه. اسم من موزلی، آزوالد موزلی. توجهمو جلب کردی. مایکل گری، همه پولای پسرم تو آمریکا سر احمق بازیت به فنا دادی و آرتور شلبی پیر و بیچاره زنش با یه مرد دیگه دیده شده. امیدوارم همه شما پیکی بلایندر رو نابود شید. اگه میخوای بری انگلیس منم باهات میام. میخوام با خانوادت آشنا بشم. باور کن نمیخوای. آقای توماس، این مرغوب ترین هروئینیه که تا حالا به اروپا صادر شده. 250,000 پوند. فقط یه هفته باید اینجا نگهش داریم. من مخالفش رای میدم تام. کیا موافقن؟ تصویب شد. داریم درباره یه صندلی خالی حرف میزنیم. آیدا، تاج و تخت من. یه نفر تاج و تخت منو میخواد. فکر کنم اون شخص مایکل باشه. آقای شلبی، اسم من کاپیتان سوینگ. مایکل فامیلت داره با مردی معامله میکنه که میخواد سر به تنت نباشه. دارم این کارو برای تو میکنم تامی. دیگه وقتشه. خودت هم بذار حدس بزنم با پیکی بلایندرها در نیفتی. جنگ میشه و یکیتون میمیره، ولی اینکه کدوم یکی نمیدونم. کاری که مجبور باشم اون میکنم. کشتن. یه کاری واسط دارم. میخوام آزوالد موزلی رو با شلیک گلوله بکشم. اگه طرفو بکشی رسالت و پیامشم باهاش از بین بردی. فکر کنم وقتی شکستن بیای پایین پیرمرد. چینیا، ایتالیایی‌ها از هیچی خبر نداشت. کار کی بود؟ کار کی بود؟ پیکی بلایندرها. مدیر دوبلاژ امیر حسین صفایی. با حرف زن. شاید پیداش کرده باشم آرتور. مردی که نمیتونم شکست بدم. موزلی. نه لعنت بهش. نه با عقل جور در نمیاد. بیا بریم تو. یه کارش میکنی. یه نوشیدنی میخوری. باید قدم بزنم. کاراتو انجام دادی تامی. کارات تموم شده. میتونیم خودمونو از همه اینا کنار بکشیم. خیلی آسونه، خیلی نرمه، مثل یه تغییر کوچیک. آرتور گلوله هاشو در آورد. تو راه برگشت درش آورد. گفت سر را ماشین زدی کنار که بالا بیاری. حتی دیگه یه سربازم نیستی تامی. حتی اسلحه‌ت هم یه نگاه ننداختی. تو یه سرباز نیستی، تو یه بزدلی. صدای کشیدن ماشه رو شنیدم. خانوادت رو میخواستی بدون خداحافظی ول کنی یا بری؟ اگه هنوزم دنبال یه راه خروجی، بیا اینم 6 تا راه خروج.
مادر میذارن تو بمیری. ولی نمیذارن من بمیرم. انگار که قرار عواقبی داشته باشه. بله. آقای شلبی، بگمونم کنجکاوی شما بود که دیشب جلوی ترور رو گرفت. اگه از پنجرتون بیرون رو نگاه کنین، یه پرچم آتش بس میبینین. یه واحد از داوطلبان که براتون جسد مرتهاتون آوردن. اونا رو به روش خودتون به بهشت بدرقه کنین. عملیات دیشب توسط سربازای از ستیو دوبلین ارتشی‌های جمهوری‌خواه ایرلند رهبری شد. باید آقای موزلی رو زنده نگه داریم. همینو بدونین کافیه. همچنین باید بدونین که دیشب نجات دادن جون آقای موزلی تنها هدف و نیت ما نبود. تغییراتی رو هم توی ساختار سازمانتون اعمال کردیم. از زمانی که شروع به بنای امپراتوریتون کردین، به ستون اصلیتون تکیه کرده بودین. دیشب ما اون ستون رو براتون تخریب کردیم. از این به بعد ما اون ستونی هستیم که باید بهش تکیه کنید. آقای شلبی، لطفاً آگاه باشید که مسئولیت مرگ افرادتون برگردن خودتونه. چون باید یادآوری کنم که به طور مکرر محدودیتتون رو فراموش میکنید.
جاه طلبی های یه مرد سبب این اتفاق شد و به خدای بزرگ قسم میخورم مهم نیست به چه قیمتی، مهم نیست چه دروغایی باید بگم، ولی انتقام تو از تامی شلبی میگیرم. چهار سال بعد جزیره بیگلام نیوفاندلند، خاک فرانسه. موسیا رسیدیم جزیره میکلان. پنج دسامبر 1933 کمیسر گفت که یه 2 ساعتی بهمون وقت بدین. یه نفر ممکنه بمیره. اگه اون آدم منم بهشون بگین به برادرم زنگ بزن.
نوبت مانه. اسم من تامی شلبیه. اتاق جلسه رو کرایه کردم. دیشب چند تا آدم مست زدن پنجره‌هامو شکوندن. چند تا کبوتر اومدن داخل و الان زنم داره اتاقو تمیز میکنه. عیبی نداره، زود اومدم، یکم صبر میکنم. نوشیدنی بدم خدمتتون؟ بی زحمت یه لیوان آب بهم بده. پنجره ها شکسته شدن چون خیلی اینجا عصبانی و مستن. نصف مردای این جزیره مخارج زندگیشونو با تجارت غیرقانونی الکل تأمین میکردن. نصف دیگه با تعمیر کردن کشتیاشون. یک روز سیاه در میکلان. ممنوعیت در نیمه شب امشب به پایان میرسد. شاید بهتر باشه آبو تو خود سالن بخوری. یه بطری دیگه ویسکی بده. واسه شرکت تولیدی ویسکی کار میکنی؟ واسه یه کسب کار محرمانه اومدم اینجا. از کجا فرانسوی یاد گرفتی؟ از خود فرانسه. خیلی چیزا توی فرانسه یاد گرفتم. جزیره پر شده از ترخیصکارای حرامی مثل تو که دارن باعث میشن در انبارامون تخته بشه. مردمونم از کار بیکار میکنن. ژان کلاد ولش کن. 10 سال تمام کشتی‌های ما از مسیر دریایی ماساچوست ویسکی می آوردن به باستان. حالا هیچی برامون نموده. اون وقت میشینی جلو ما و آب سفارش میدی. این کارت الان شوخی چیزیه؟ نه، آب سفارش دادم چون دیگه به هیچ عنوان الکل نمیخورم. ژان کلاد خواهشن ولش کن. نه رفیق عزیزم، باید بیایم دوره هم بنوشیم. لیوان تا به افتخار مردم فقیر و بدبخت میکلان که زندگیشون رو شما عوضی یا نابود کردین میبری بالا. حالا بریم بالا. هی بنوشین. تا وقتی که به افتخار مردم میکلان لیوان تو تمام نکردی از اینجا بیرون نمیری. خیلی خوب. خیلی خوب. درک میکنم که امروز نسبت به روزهای دیگه خیلی عصبانی هستی. اما اگه جای سوزوندن کارتم اونو میخوندیش متوجه میشدی که دوچار سوء تفاهم شدی. حالا منم با توجه به شرایط صبوری کردم، اما به نفعته که بشینی سر جاتو بذاری من روزنامه‌مو بخونم. عجب پررویه. قبل از اینکه این قضیه بیخ پیدا کنه لطفاً بذارید توضیح بدم. به سلامتی مردمتون نمی نوشم چون 4 سال پیش الکل رو ترک کردم. حرام نکنه. نه، فکرشم نکن. از اونجایی که الکل رو ترک کردم الان آدم آرومتری شده. هنری صدای شلیک شنیدم. بیا تو. بعضی وقتا
توی درگیری‌های شخصی دوباره همون وحشی سابق میشم. اگه الان اون آدم سابق وحشی میشدم قطعا خودم روز سیاه میکلان رو رقم میزدم. حالا هم مهمونم دارن میرسن اینجا، باید اتاق آماده کنم. اتاق بهم نشون میدین؟ ببخشید، هتل رابرت کجاست؟ اونا فکر میکنن ما تاجریم و اومدیم ویسکیمونو ببریم. دیر کردی، اون همیشه زود میاد. بیاین بریم. جنگ میشه و یکیتون میمیره، ولی اینکه کدوم یکی نمیدونم. سلام تامی. یه یاروی اون بیرونه که انگار خدا صورتشو خط خطی کرده. یه سوء تفاهم پیش اومده. سلام مایکل. نمیدونستم وقتی دوباره ببینم چه فکری میکنم تا. آره، تو چی فکر میکنی؟ از 4 سال پیش که مادرم مرد من و تامی حتی با هم حرفم نزدیم. خب جفتمون خیلی سرمون شلوغ بوده. انقدر که کسایی که کشتنش هم مجازات نکردی. میدونی مایکل، وقتی با دشمنای خیلی قوی سر کار داری انتقام گرفتن بعضی وقتا زمان میبره. مجبوری تو وقت مناسب دست به کار بشی. اون لحظه میرسه. ولی حالا که منافع مشترک تجاری داریم، هر خصومتی به گذشته زمان و یه نفع شخصی مناسب کم رنگ میشه. خب تامی، مشتاقیم بشنویم چی میخوایی بگی. من خیلی مشتاقم که دوباره باهات کار کنم مایکل. خیلی خوب به نظر میرسی. تو هم همینطور. خانواده چطوره؟ بیا بودو دنبالم بیا. این پروژکتور یه هدیه از طرف چارلی چاپلین لعنتیه و از هالیوود فرستاده. حالا بیاین بشینید و فیلمو ببینید. اوه خدا نه الیزابت، اون کارو نکن، به خودت صدمه میزنی. بله سلام، با بلتاورن تماس گرفتم. اگه یه کلی به اسم جانی داگز اونجاست میتونیم بهش بگیم بیاد و بچهای ساب مردش رو جمع کنه. کریسمسه، باید کنار خانواده باشم. آره باید مسابقه میده. مامان داشتم نگاه میکردم. خیلی خوب، همگی گوش کنیم. خیلی خوب، قراره این مهمونه کریسمس رو زودتر بگیریم، چون فردا من و چارلز و روبی با یه کشتی بزرگ میریم به کانادا تا با پدرشون باشیم. ولی به بابا نوئل در مورد مهمونی گفتیم. اون براتون هدیه آورده. بریم. آیدا، پس بابا نوئل کدوم؟ هیچ ایده ای ندارم. تو الان دیگه باید میرسی. حساب تو کدوم میرسم. گوری هستی بابا نوئل؟ منو زدی. فعلا منم یه تفنگ دارم. بهتره فرار کنی. بهتره فرار کنه.
آقایون، امروز آخرین روز ممنوعیت، ولی به جای اینکه پایان چیزی ببینمش، اعتقاد دارم برای مردایی مثل ما این میتونه یه شروع جدید به ارمغان بیاره، یه فرصت جدید، فرصتی که دوست دارم با آدمایی که میتونم بهشون اعتماد کنم تقسیم کنم. توی 12 سال گذشته مردای این جزیره هزینه زندگیشون از طریق درست کردن مشروب غیر قانونی، از حرکت توی آبها و دوری کردن از گشتای مرزی آمریکایی‌ها به دست آوردن. ولی الان اون ویسکی میخواد قانونی بشه. تجارت دوباره به دست سرمایه‌دارای نیویورک، بوستون و تورنتو میفته. ولی وقتی یه در بسته میشه یکی دیگه باز میشه. میتونیم نهایت استفاده را از سیستمی که تو جزیره میکلون وجود داره ببریم و به خدمه منتخب قایق فرصتی بدیم تا به کار کردن ادامه بدن. ولی این دفعه با یه بار متفاوت. میخوای بریزم؟ نه. این الان تو کل این جزیره لعنتیه. این یه جزیره بدون اخلاقیاته. فقط یه عالم قایق که هیچ چیزی واسه هم کردن و جایی واسه رفتن ندارن. در وهله اول دلیلی که از میکلون استفاده میشد تا ویسکی پخش کنین به خاطر اینه که خارج از قلمرو آمریکا و کانادا است. در واقع قلمرو فرانسوی است. FBI، RCMP هیچ صلاحیت قانونی نداره. این چیزا رو از کجا آوردی؟ توی 4 سال گذشته یه زنجیره تامین با شرکا توی بلفاست درست کردم. تصمیم گرفتیم که وقتشه که وارد بازار آمریکا بشیم. این دوست من بهترین مخدر دنیاست که مستقیما از شانگهای تحویل انبارم توی لیورپول میشه. مایکل، وقتی بحث این آشغال میشه تو خبری. من بهش اعتماد دارم. خب پلیس فرانسه چطور؟ من با میکلون پرفت دی ژاندارم در ارتباط بودم. ما توی 2 جنگ مشابه توی فرانسه جنگیدیم. همدیگه رو همرزم در نظر میگیریم. من به همرزمم 12 میلیون فرانک پیشنهاد دادم که قایق‌های بین میکلون و بوستون به حرکتشون ادامه بده. خب میدونی چیه؟ ما باید پیشنهاد تو پیش عمو جک توی بوستون ببریم. شاید بتونیم ملاقات کنیم بعد از اینکه با عمو جک حرف زدیم مایکل، که اعتقاد دارم عموی زن جک نلسونه. هی این یارو چیزایی میدونه که میتونه سرش رو به باد بده. با این حال اونا رو بلند میگه. من احترام خیلی زیادی برای آقای نلسون قائلم. اون پیشینه شبیه به خودمو داره. گذشته جک نلسون فراموش شده. فراموش نشده، از بین رفته. نه از بین نرفته، فقط سوابقش پاک شده. درست مثل خودم. سلام منو بهش برسون. هنوز به نوشیدنی دست نزدی تام؟ میدونی از دفعه پیش که همدیگه رو دیدیم، خب من آدم بهتری شدم. الان میفهمم که ویسکی سوخت برای موتورهای پر سر صدا توی سر. مسخره باسی این دیگه کیه؟ این داداشمون شاعره؟ شعرم میخونم ولی هنوز چیزی ننوشتم. میگن مه قراره بدتر بشه. بهتر از این جزیره بریم تا توش گیرمون ننداخته. فقط اینو بدون که عمو جک در مورد همه چیز تصمیم میگیره، باشه؟ و من تصمیم میگیرم که کی این جلسه تموم میشه. پس تا وقتی که بگم بگیر بشین. پسر خوب. فکر کنم یه خط بندازه، نه؟ پسر خوب. حالا قبل از اینکه بریم یه شعر برامون بگو. میخوای شعر بشنوی؟
میخواین شعر بشنوین؟ تو چی؟ بچه زرنگ. از دست دوستم عصبانی بودم. خشمم رو گفتم. خشمم تمام شد. از دست دشمنم خشمگین بودم. بهش گفتم نه. خشمم بزرگ شد. از کتاب پایزن تری نوشته ی ویلیام بلیک. در موردش نشنیدم. جلسه تمومه. و راستی دوستم کمیسر پلیس بهم گفت که با افسر رابطه FBIش حرف زده و اون بهش گفته که یه خبرچین توی سازمانت توی بوستون جنوبیه. اینا به خاطر پاکیزگی شرکت بهتون میگم. بفرما مایکل. حواست به مردی با تتوی یه قلب در حال خونریزی باشه که توش با قرمز نوشته شده ماریا. روز خوبی داشته باشین آقایون. این دفعه دیگه نسوزونش. هر اتفاق بدی یه فرصت هم هست. آرتور، زود باش بلند شو. خدایا اگه پالی اینجا بود نمیذاش این اتفاق بیفته. زود باش آرتور، زود باش، بلند شو. من پالی نیستم ولی خواهرتم. قسم خوردی که دیگه مصرف نمی کنی. روز کریسمس آیده، روز کریسمس. آره کریسمسه. پس این کادوهای آشغال کدوم خراب شده ایه؟ یکم دیگه میرسم. فهمی؟ عالی شد. برادرم از فرط نشگی نمیتونه خودشو جمع کنه. هر روز یه سوال بی جوابه. یه گنگکاری بدون راه حل. و منی که هیچ ایده‌ای ندارم باید چی کار کنم. لعنتی. دوست دارم آیده. بچه ها بابا نوئل اومده. تو چه آرزویی کرده بودی؟ بذار ببینم چی داریم. بابا نوئل بازم تا مغز استخون مواد کشیده داره. فردا سوار کدوم کشتی میشی؟ بهترین و گرونترین کشتی. بعد که رسیدیم اونجا تامی میاد جلو و میگه سلام لیزی، سلام بچه ها، با اون صدای سرد و مردش. دست بردار لیزی، اون توی تعطیلاته. شاید دور بودن تغییرش بده. نه، اون توی تعطیلات باشه، توی بالای یه کوه سنگی، همون جوری که بعد از مرگ پالی هست میمونه. پالی نباشه، ویسکی نباشه، تامی هم نیست. منو بس کنید به کارگاه لارنس در اداره پلیس دنگرگاه سنت جان. بله، از جزیره میکلون ایستگاه پلیس تماس میگیرم.
یه قایق الان جزیره رو ترک میکنه و به سمت مرز میاد. وقتی تو سن جان لنگر بندازه، مردی به اسم مایکل گری سوار قایق تفریحی به بوستون میشه. با دقت گوش بده. اون یه کت مشکی و یه لباس آبی تنشه و یه سامسونت مشکی با خودش حمل میکنه. داخل اون سامسونت 5 پوند مخدر ناب و خالصه. از طرف شهرونده نگران. بله، من آقای جونز هستم. نوشیدنی میخوای رفیق؟ آره میخوام، ولی من دیگه مشروب نمیخورم. چرا؟ چون کار دارم. باید از این جزیره بزنم بیرون. تو نباید اینجا باشی کارل. جوابشو میدی یا نه؟ نه، من دیگه برای اون کار نمی کنم. ممکنه مهم باشه. دقیقاً برای همینه که جواب نمیدم. من میتونم جواب بدم؟ نه. سلام. لعنتی. میدونین این مرد کیه؟ خیلی خوب. رابی و فارتون. برادرش توماس شلبی گفته که دیگه هیچ وقت بهش مورفین ندین یا اینکه یکی اسم آرتور شلبی رو روی سینه‌تون با نیزه حک میکنه. زندان نورفولک بوستون. You know I take no pity from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. خب چه خبره؟ اینجا نمیتونم راجع به چیزی حرف بزنم. فقط میخواستم صورتتو ببینم و عطرتو بو کنم. تامی شلبی برمیگرده تو زندگیت و بلافاصله این اتفاقیه که میفته. اینجا از کسی اسمی نمیاد. ببخشید. بیا فقط شیطان صداش کنم. بیا بشین. لارنس چطوره؟ میدونی که دلش برای باباش تنگ شده. چه اتفاقی افتاد مایکل؟ همه چی تحت کنترله. تحت کنترل کی؟ نه جدی تحت کنترل کدوم آشغالیه؟ مثل هر چیز دیگه ای توی این شهر تو کنترل عموی تو جک. ازش میخوام اتهاماتم و ازم برداره و منو از اینجا بیاره. من قبلا باهاش حرف زدم. به هم گفت که شیطان چی پیشنهاد داده. تامی شلبی میخواد با جک نلسون همکاری کنه.
اون میخواد بوستونو تو دستش بگیره. هیچ کس چیزی تو دستش نمیگیره. همه چی تو کنترله. معامله هایی توی سطوح بالا داره انجام میشه، ولی تو سطح متوسط و پایین کسایی هستن که نمیشه بهشون اعتماد کرد. مایکل این خیلی عوضیه. خود تامی بود که راجب خبرچین بهمون هشدار داد. حدس میزنیم اون خبرچین کسی بوده که راجب من به پلیس گفته. پس نقشه شیطان شروع شده. فایده هواپیما و قایق چیه اگه نتونی فرار کنی؟ جینا، امروز تو روزنامه راجب مردی که از لنگرگاه بوستون با تتوی قلب خونی و اسم ماریا روی بازوش بیرون کشیده شده میخونی، با یه تیر تو سرش. آره میدونم، راجبش خوندم. مرگ اون به بقیه کشیده میشه. برای به سرانجام رسیدن این کار فقط باید از کسایی استفاده کنیم که بهشون اعتماد داریم و زمانی که پاکسازی انجام میشه باید مسائل رو پیش خودت نگه داری. پیش هر کی وابدی مرد بعدی توی لنگرگاه منم و تو میشی ماریا با قلب خونی. متوجهی؟ مایکل من فقط حقیقت رو میخوام. لعنت به اون، من حقیقت رو میخوام بدونم. چرا باهاش همکاری میکنی؟ جینا من بگو نظرت چیه لارنسو برای کریسمس بیاریم؟ مردای زیادی هستن که میتونن توی این دنیا بارود تهیه کنن. متوجه نمیشم چرا حتما باید اون باشه. من یه سری کار ناتموم با تامی شلبی دارم. این فرصتیه که تمومش کنم. پس با عمود صحبت کنم و از این آشغالدونی بیار بیرون. الو، شما؟ حتما. چرا که نه؟ شنیده بودم که تو شهری و گفتم سلامی بکنم. مرد کوچیک و موفقیت‌های بزرگ. از جاز خوشت میاد؟ نه. چی میخوای؟ ویسکی؟ آب لطفا. آب ندارم. چیز دیگه ای میخوای؟ من واسه عمو جک یه پیغام آوردم. تامی آروم باش. بیا یه لبی تر کن. میدونی عمو قصد داره مجوز صادرات آمریکا برای بهترین کارخونه‌های ویسکی ایرلندی و اسکاتلندی رو بخره. همین الانم تو راه لندن برای بستن اون قرار داده. هر قطره از ایالت برای عمو جک پول خورد محسوب میشه. آره اون مرد قوی و تحسین برانگیزیه. من فقط عکسای جوونیشو، عکسای بازداشتشو دیدم و جدیدن روی مجله‌های پرطرفدار عکسش پیدا شده. فکر کنم این نشون دهنده یه پیشرفته. آره. و قبل از اینکه تو بهم بگی که بهش چی بگم، یه پیغام از طرف اون برات دارم. معامله‌ای در کار نیست. توی انگلستان وقتی کسی اینقدر به تامی شلبی نزدیک میشه اینجوریه که اوه وحشت، اوه آتش سقوط روی زانوها تا باز کردن دهن تو، گفتن عبارته بله قربان، چشم قربان. پس واسه عمو جکه که به زانو در میای یا نه؟ مایکل اون معامله نمیکنه آقای شلبی. به عطر زندان میدین جینا و زیادی هم الکل مینوشی. بله چون الکل مجازه، اما پودر سفید تو نه. الان جک توی دولت دوستانی داره. اصلا میدونی به چه جاهایی رسیده؟ رسیده به بالای قله های موفقیت. وقتی داره میره به دیدار رئیس جمهور ایالات متحده، زشت روی کفشای براق سیاهش ردی از پودر سفید باشه. آره الان اینجور جاها میره. پس نمیتونه سر همچین معامله جزئی چنین ریسک بزرگی کنه. برو خونه،
پسر. خدا نگهدار جناب شلبی. آره و تو بازم ویسکی بخور. یه پول سیاه دیگه واسه عمو جک. با سیگار که مشکلی نداری؟ اگه قانونیه ایرادی نداری. قبل رفتنم باید بدونی اونی که سر محتویات چمدون مایکل به پلیس مرزی اطلاعات داد من بودم. علت زندانی بودنش منم. میخواستم به عموت یه تصمیم سخت بدم. شوهر برادرزاده محبوبش داره تو زندان بوستون واسه قاچاق مخدر حبس میکشه و اون چی کار میکنه؟ اگه آزادش کنه اون وقت پیش چشم شهربانی چطور دیده میشه؟ و اگه کاری نکنه در پیش چشم بستان جنوبی چطور دیده خواهد شد؟ گوره بابات. باشه همینجا بمون. اینجا معامله کنه و اینجا بمیر. برام مهم نیست. رو دسته کی بمینم؟ جینا؟ ها؟ این پیغام من برای داییت. اگه نخواد مخدر منو بخره میفروشمش به یهودیای شرق بوستون. عزیزم میخوای یه جنگ رو شروع کنی؟ آره؟ با اون مقدار مخدر تعادل قدرت میونه ایرلندی ها، یهودی ها و ایتالیایی ها به نفع شرق تغییر میکنه. با خانواده‌ای که بوستان شرقی زیر دستشونه رابطه عالی دارم. خانواده سالمون. شاید اسمشون رو شنیده باشی. وقتی شما قبول میکنین که باید با ما با برابری رفتار کنین اون موقع فکر کنم خانواده همون با هم خوب کنار بیان. روز خوبی داشته باشی جینا. بله تماس رو قبول میکنم. سلام لیزی. تامی میخوام درباره روبی حرف بزنم. حالش خوب نیست. تبش بالای 38 درجه است. دکتر الان رفت. خب دکتر چی گفت؟ خب تشخیص دکتر آنفولانزا است. گفت که بعدم میاد به سر بزنه. الان داره سرفه میکنه. تامی دکتر گفت سفر کردن اصلا انتخاب خوبی برامون نیست. امروز نمیتونیم سوار اون کشتی به مقصد بوستون بشیم. ابی نداره لیزی، نگران نباش. فقط همونجا بمونه کمکش کن حالش زودتر خوب بشه. میتونم باش صحبت کنم؟ الان خوابیده. خیلی خوب باشه بذار بخوابه. بذار راحت بخوابه. لیزی من اینجا یکم کار دارم. ببین وقتی روبی حالش بهتر بشه یه دونه بلیت دیگه رزرو میکنی. فقط مهم اینه که بیای اینجا و مهم نیست که به کریسمس نرسی باشه. و بعدش هم کارو تموم میکنم و بعدش تو بچه ها میاین اینجا و دیگه تمومه و فقط میشیم ما و هوای پاک غرب. یه جای خوب تو دل کوه. هوا برفی میشه. به روبی بگو براش آدم برفی درست میکنم. چند وقت سرفه میکنه؟ چند روزی هست. تو هوای سرد با بچه های جانی داگ لب رودخونه گشت و گذار میکرده. تو حالت خوبه تامی؟ صدات خیلی فرق کرده. سرماخوردگیه. کار تو بوستون رو تمام میکنم و بقیه کارم دیگه تمامن. و بعدش فقط میخوام بیام روبی رو بغل کنم و محکم نگهش دارم.
دلم واسه بغل کردنش تنگ شده. بهش هدیه‌اشو زودتر دادم. عاشقشون شده. اما دیشب تبش خیلی بالا بود. داشت هزیون میگفت. مدام حرف میزد. بچه‌های جانی بهش زبون کلی یاد دادن. بیشتر بهش جیببری و دزدی یاد دادن. وقتی داشت هزیون میگفت مدام کلمات زبان کلی رو میگفت. تیکنه مورا بینگو مدام اینا رو میگفت. چی؟ لیزی چی؟ چی گفتی؟ گفتی روبی چی گفته؟ تیکنه مورا یه همچین چیزی. اون حرفی هم مازه. حرف دیگه ای زد که تو متوجه نشدی؟ بینگو نمیتونم. نه لیزی حرف دیگه ای به زبون کلی میگم. لعنتی گوش کن به من. سامی من رومی بلد نیستم. یادم نمیاد. فقط همین دوتا رو گفت؟ مورا و بنگ؟ آره. وقتی تب داشت میتونست چیزی ببینه. خب چه چیزایی میتونست ببینه؟ لیزی لعنتی لطفا فقط این سوال زهرماری رو جواب بده. گفت داره یه مرد رو میبینه. یه مرد با چشمای سبز روشن. هزیون میگفت. داشت توی تب میسوخت. حالا چه اهمیتی داره؟ خیلی خوب گوش کن لیزی. من دارم میام خونه. تامی عزیزم لازم نیست. فقط گوش یه کن دارم میام خونه. با کشتی بخاره بعدی خودمو میرسونم. نزار بره مدرسه. متوجه این نزار پاشو توی مدرسه بذاره. و از رودخونم نزار بره. دور بر رودخونه نزار بره. سوار اسب نشه. یا حتی نزدیک اسبم نباید بشه. به جانی داگز و همسراش کلماتی که روبی گفت و بگو. متوجه میشی؟ به پیرترین همسر جانی بگو که یه مدونه مشکی ببنده دور گردنش. به حرفای ازمرالدم عین دکتر واقعی گوش میکنی. میفهمی؟ همون چرت و پرتای کلی. آره لیزی همون چرت و پرتای کولیا. دقیقاً همینه. و کرلیو هم ببر بهش بگو با اسبای روبی توی استاب بمونه و هر کاری که جانی داگز لامصب و زناش میگن رو انجام میدی. میفهمی چی میگم؟ متاسفم لیزی. میفهمی چی میگم؟ باشه انجامشون میدم. باشه منم خودمو میرسونم. پالی میدونن که دارم سعی میکنم بزنم بیرون. پال دارم میان سراغم. آشغال کثافت. مثل آمریکایی حرف میزنی مایکل. باید زودتر از موعد برگردم انگلستان. بیا کارو تمام کنی بشه. فقط مردمو به فنا میدی و فرار میکنی. نه این کار ادامه پیدا میکنه. جک نلسون هم در راه انگلستانه. به لندن و ادینبرو میره تا جواز وارداتو بگیره. تو یه عوضی از کجا میدونی جک نلسون داره کجا میره؟ چون از برنامه مسافرتیش کپی دارم و از مکاتبات شخصیش، نامه‌هایی از جانب رئیس جمهور ایالات متحده و معشوقه‌های بیشمارش. توی تشکیلاتش ارتباطاتی دارم. مرد ایرلندی با بدهی منبعی قدرتمنده مایکل. خودتو مرده فرض کن تامی. از مسیر کوفتیت خارج شدی. یه جسد متحرکی. تو تهدید به فروش به یهودیا کردی. من تو زندانم رابط دارم. این پسرها حین اقامتت ازت مراقبت میکنن. نمیخوام آدمای کثیف تو ازم مراقبت کنن. جک نلسون منو میاره بیرون. جدا؟ اینطوری است؟ این یه نامه است. بیا این نامه رو بده بهش. این نامه از جانب منشی شخصی رئیس جمهوره و تو این نامه نوشته که جک نلسون تو رو طولانی مدت تر اینجا نگه میداره مایکل، فقط تا وقتی که توجه رسانه ها بخوابه. لعنت بهت. بالاخره آزاد میشی و بعدش میتونی مثل قدیم با من به کارت ادامه بدی و تجارت ما 5 میلیون دلار برای حمل و نقل دریایی پودره و وقتی داد و ستدا انجام بشه با هم دیگه دست میدیم و بار دیگه میریم به سمت خودمون. نه؟ پس چیزی یاد نگرفتی؟ وقتی مادرم به خاطر جاه طلبی تو مرد حد و حدود تو یاد نگرفتی؟ من هیچ حد و حدودی ندارم.
و در ضمن مایکل، با توجه به حساب‌های خصوصی جک نلسون برای 5 نفر از بوستون به لیورپول بلیط گرفته. 5 نفر. اول همسرش و معشوقش، پسر رئیس جمهور روزولت و خودش و جینا گری. مایکل، جینا داره به لندن میاد، جایی که من به خوشحالی بهش این منظره رو نشون میدم. تو یه حروم لقمه کثافت. اسپریتا، ایرلندیای بوستون و اموجک. آماده مکالمه است؟